سلام بچه ها، امروز قراره یک روز کامل دانشگاهیمون با هم ببینیم. پس بزن ببینیم. چیزایی که با خودم میبرم کلاسو حتما لازم میشه بچه ها: جام مدادی خودکار و مداد و اینا، آدامس برای مواد ضروری و صابون، دستمال کاغذی یادتون نره، دفترچه برای روزهای هفته که چه کلاسایی داریم لازم میشه، رژ لب و همین دیگه. این چیزای گوگلی هم خریدم چون بعضی از درسام جزوه داره، اینا رو بهش آویزون کنم یه جزوه دخترونه بشه و تمام. بریم که خیلی دیرم شده. حالا معمولا این مسیر رو برای رفتن به دانشگاه انتخابش میکنیم ولی خب خیلی به نظرم کسل کننده است. یه عالمه چراغ قرمز داره، این هم از چراغ قرمزش که همیشه خدا چراغ قرمزه ما باید وایسیم پشتش. خب به دانشگاه من خیلی خوش اومدیم. البته همه جاشو کندن، انگار دارم بازسازیش میکنن کامل. اولین کلاسمون یه درس تخصصی بود. البته صبحم کلاس داشتم ولی خب دیگه حال نداشتم پاشم بیام دانشگاه صبح. دیگه خواهرم هم دستش درد نکنه حالا جزوه‌مو گرفته برام، ولی 2 تا جزوه دیگه هم باید میگرفته که به من اطلاع نداده و خودش رفته گرفته. اینم از فضای دانشکده مهندسی ما. خیلی دوستش دارم. البته فضای بیرونش رو بیشتر دوست دارم، مخصوصا الان که هوا اصلا عالی شده، اصلا 2 نفره است ولی خب دیگه دانشگاه است دیگه با خواهرم یه قهوه زدیم رفرش بشیم کلاس بعدی. کلاس تخصصیم تموم شد. الان فارسی دارم. غذا اینجور دوست ندارم، سلفون دیگه چوسیه ولی خب دوست ندارم واقعا. حتی قهوه هم از بیرون میگیرم دیگه. الان فارسی دارم، بریم با هم کلاس فارسی. من همیشه با آسانسور میرم، والا این همه از ما پول گرفتن. من فقط دوست دارم کلاسم تشکیل نشه. بریم تا کلاس فارسی، بعدم برم جزوه‌هامو بگیرم. اینم از کلاس فارسی ما که اینقدر به هم ریخته است و هنوزم استاد نیومده. کلاس فارسیم تشکیل نشد، 20 دقیقه هم الکی نشستیم. بریم جزوه رو بگیریم. خب جزوه‌ام هم گرفتم، خیلی مرتب فنری هم کردم دیگه راحت باشیم از جزوه. امروز تموم شد، خستم ولی خب خوش گذشت، بد نبود. اگر خواستین سابسکرایب کنید تا ولاگ بعدی رو با هم ببینید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.